بلک ماجیک اتم SDI پرو ایزو یه میکسر SDI 4 کاناله. این میکسر 4 تا ورودی قبول میکنه و یک خروجی که همه اینها روی درگاه SDI هستن. همچنین میکسر یک خروجی USB تایپ C داره که شما میتونید از طریق این درگاه با اتصال به یک هارد اکسترنال خروجی نهایی میکسر رو ضبط کنید. البته شما میتونید از طریق همین درگاه و ارتباط این درگاه به یک سیستم کامپیوتری خروجی نهایی میکسر رو به صورت یک وبکم آوت روی سیستم دریافت کنید و اونجا میتونید با دست باز هر کاری که لازم میدونید روی اون تصویر انجام بدید. قابلیت جالب دیگه ای که این دستگاه داره امکان دریافت ورودی 2 لاین مجزا از صداست که این ورودی ها میتونن به صورت لاین باشن یا حتی میتونن ارتباط مستقیم یک میکروفون باشن. همچنین روی درگاه لن این دستگاه میتونید به صورت مستقیم با کدک H264 فاینال خروجی میکسر رو مستقیم استریم کنید. راستی یادتون نره از اونجایی که این دستگاه میکسر با پسوند ایزو مشخص شده یعنی که این قابلیت رو داره زمانی که شما میخواین خروجی این دستگاه رو روی یک هارد اکسترنال ضبط کنید میتونید تنظیم کنید که تمام ورودی های این دستگاه یعنی 4 لاین متفاوت ورودی این دستگاه رو به همراه خروجی به صورت 5 فایل مجزا و همزمان روی هارد رکورد کنید. این معمولا جای استفاده داره که شما بخواید بعد از میکس زنده یا لایوی که انجام دادید یک ادیت یا یک تدوین جدیدی به صورت آفلاین از منابع و خروجیتون داشته باشید.